آیا با واقعیت زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند در کابل کشته شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلالا هاشمی. زلالا هاشمی چرا بعد از ختم برنامه ستاره افغان دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت؟ دلیل دوری زلالا هاشمی از هنر موسیقی چی بوده است؟ همسر زلالا هاشمی کیست و گفتنی های تازه همسر زلالا هاشمی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند شناخته شده محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلالا هاشمی عاشقانه کارهای هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی به اوج شهرت و محبوبیت رسانه‌ای برسد. زلالا هاشمی بعد از ختم برنامه ستاره افغان کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت. هرچند زلالا هاشمی توانست مقام دوم را در میان اشتراک کننده های برنامه ستاره افغان از آن خود کند. تازه تصاویر زلالا هاشمی در میان مردم افغانستان به نشر می رسد که وی از کابل ربوده شده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که زلالا هاشمی اکنون در چه وضعیتی و در کجاست، اما زلالا هاشمی هنرمند جوان و مطرح افغان ازدواج کرده بود و صاحب یک فرزندی است. تصاویر وی در صفحات مجازی موج انتقادات را به همراه داشته است، ولی ما آرزو داریم زلالا هاشمی دوباره به خانه و کاشانش برگردد. دوستداران و همراهان من کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان امانت گذاشته. بدرود.